سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. آقا امیدوارم هر کجا که هستید سلامت باشید، لبتون خندون و دلتون سرشار از شادی باشه. امروز اومدم با یه ویدیوی خفن که چند تا نکته کلیدی رو بهتون بگم که یه شبه سبک بازیتون رو خدا کنید. حالا این نکته ها 100%، که دونه دونه درصداشو میریم جلو میگم. و این سری حرفه‌ای شدن تو بازی به 2 پارت خلاصه میشه، نه یه پارت. یه پارتش که یه پارتش که همین پارتی که میگم نکات کلیدی و ایناست، 100%ش رو برات توضیح میدم. پارت بعدی هم میخوام کوتاهش کنم، 2 پارت دارم. پارت بعدی هم هستش تنظیمات بیسیک، اتچمنت ها، هاد، یه چیز خوبه چون اینا یه درصد اصلی رو دارن تو بازی. خب حالا برگردیم سراغ اصل این ویدیو، ولی قبلش لایک و ساب فراموش نشه. حتما چنل رو دنبال کن. امیدوارم اینجا کلی بخندی، شاد باشی. دوباره میگم لایک یادت نره، یه کامنت انگلیسی هم بذار که لایک و سابت نپره. خب بازی ما 100% تو 100% خلاصه میشه. 40%ش مغز بازیته. مغز بازی میشه همون سبک و فکر کردنته که با تجربه هم میشه، با تجربه هم ترکیب میشه. مغز بازی این فکری را داشته باشی. شما یه اسکواد جلوتن، یه اسکواد ترای هارد، مثل گاو راش بیدی 100% اول باچ، بعد پس نباید مثل گاو راش بدی. میرم فکر میکنه، میگه من با کمپ یکیش رو میزنم، یه اسموک میندازم، اون رو میزنم و اون. این میگن بهش مغز بازی، که بتونی فکر کنی یه موقعیت خیلی خوب پیش ببری. مثلا توی سولو اسکواد، مثلا توی سولو تکتیکال اینا خیلی کمکت میکنه. خب این 40% که مغز بازی مربوط به خودته. رو خودت کار کن، درست فکر کن، راش سگی نده. این خیلی مهمه، راش سگی نده، اصلا نده. ببین چقدر مهمه که دارم اینجوری روش تاکید میکنم. و تجربه هم خوبه، و تجربه به دست بیاری دیگه. حالا بقیه درصد این 40% شد که میتونم بگم اصلی ترینشه. 20% یاراتن، اسکوادته. شما وقتی با یار رندوم نوب سگ میری، اصلا یار رندوم اینجوریه. من نمیدونم اکتیویژن چه لجی با ما داره، مثلا خودم خیلی لج داره با یار رندوم که میرم. مثلا از 8 مچی که استارت میکنم فقط 6 تاش یه مشت نوب سگ که اینا رو باید بوسید. من نمیدونم چرا اکتیویژن اینجوری با ما لجی. حالا اون دو مچی هم که وین میکنی یه مش یار خوب میاره. حالا چه تأثیری داره تو بازی این یارای؟ خب وقتی شما یارات نوب باشن، شما لند میکنی فارم، یه نوب سگ باید میاد. اون دوتا یکیش میره بلک، یکیش میره پلتفرم. اون که رفت پلتفرم فوراً میمیره، میزننش چون نوبه دیگه. میزننش اشتباه میکنه، داداش منو ریوایو کن، دم میاد بیا. وقتی با ما نیومدی ریوایو هم نمیشی، ما هم نمیریم، اونم لفت میده. این یکیش تموم شد رفت. بلکی هم که معلوم نیست داره چیکار میکنه. اکثر مواقع اینا AFK هن، یعنی بیشتر موقع ها اینا AFK هن. اینا AFK هن، تو نمیدونی چرا چیکار میکنن، با چه نتی پلی میرن. و حالا تو اون نوب سگ میمونی. حالا اگر هم شانست خوب باشه اون AFK نمیشه. اون نوب سگ لاشخور کیلدوزم که همینجوری پشت سرت میاد، تو معلوم نیست چیکار میکنه، فازش چیه، فقط هم میخواد لاشخوری کنه. اونم بیت میاد پشت سرت، یعنی هیچ کمکی هم بهت نمیکنه، هیچ کمکی. یه اسکواد ترای هارد هم جلوتون ظاهر میشن. تو یا با مغز بازی پلی میدی یا نمیدی، که باید پلی بدی. میگه من اینجا وای میسم، یه دفعه یارت رفت اونو بوسیدم، بعد که یارت رفت این بلا سرش اومد دیگه، تو میمونی یه اسکواد دارید. هر چقدر کم کنی نمیتونی. من که بروکن باشی، بروکنی آفرین، هر کاری میتونی بکنی هم بازم بله اینجوریه. این شده. حالا وقتی با یه یار نوب نمیری، با یه یار پرو میری، داشتم میگفتم وقتی با یه یاری میری که نوب نباشه، پرو باشه، اینجوریه دیگه. میری کاور میکنن، اونا هم میزنن، تو هم میزنی، وین هم میگیری. خب تا اینجا چند درصد گفتیم 40% سبک بازی، 20% هم یاراتن. که این 40% 10%ش پینگ و اکانتته. پینگ یعنی چی؟ پینگ بذار برات توضیح بدم. تو بازی یه فیلم
یه بازی تشکیل شده از فریم ریت. فریم ریت چیه؟ همون عکس هایی که پشت سر هم با سرعت خیلی زیاد حرکت میکنن تا یه فیلم، تا یه بازی رو تشکیل بدن، یه فیلم رو تشکیل بدن، یه انیمیشن رو تشکیل بدن. خب وقتی شما تو بازی آنلاین پینگت بالا باشه، شما پینگتون که 100 باشه، 10 فریم 10 عکس از انمی عقبی، یعنی انمی زدت تو تازه داری ریلود میکنی، بعد میگه من از کجا مردم. تو پینگت 100، انمی پینگش 200. انمی 100، تو که خدا زدت 100 عکس از همه عقبی، انمی هم خدا زده تر است و 100 عکس از تو عقبه. 100 عکس از تو عقبه. بعدش دیگه اینجوریه. خب این شد این. و اکانت خیلی درصد مهمی نداره، اصلا باید آدم حسابش نکنیم چون آدم هم نیست، مهم نیست. ولی خب من میگم اکانت مثلا شما اگه متیک زیاد داشته باشید، لجند، اینا یکم میتونه درصدش من کمک کنه، رنج بهتر. بعدش دیگه گفتیم تا اینجا شد 50%. میمونه چند تا 50% دیگه و اون نصفش. آقا از این 50%، 40%ش، از این 50% 40%ش تنظیماتیه که تو پارت بعد بهت میدم. تنظیمات بیسیک، سنسیویتی، اتیچمنت ها، هادت. خب آقا این چیزایی که تا الان گفتین بیشتر تجربی بوده، به غیر از پینگوینا که اون دیگه مربوط به مخابرات، بیشتر تجربی بوده. و مثلا شما یه مدتی که بازی کنید تجربه ها رو به دست میاری. یعنی بچه 6 ساله هم میدونه با یار نوبتر از خودش بیفته میبازه. اگر نمیدونی خاک تو سرت. آقا بقیهش اگه تجربی بوده اینها خیلی مهمن، خیلی. که 40% مثلا از این 50% که مونده. الان مغز بازی که 30% بود، 40% مهم بود. با این چیزی که گفتم الان، چرت و پرتی که گفتم چی بود؟ آره یادم نیست. همینی که گفتم، ها سنس و اینا. با این 40% 80 تا اون 20 تا هم میخیام. آقا این خیلی مهمه. شما به دونه دونه توضیح بدم. هر چقدر تجربه داشته باشی، بازم با 2 تا انگشت هاد فابریک بازی با 2 تا انگشت نمیتونی. آقا انمی 6 انگشت با یه انگشت میزنه، یکی ایم میگیره، یکی ریلود میکنه، یکی کلاسشو میزنه. و آره دیگه، تو هم تازه یه انگشت گان سویش میکنه، یه انگشت هم میخوای بزنی، زدتت تموم شدی. و انمی با این پیشواز 26 کاورت میکنه و میری لابی. ولی اگه یه حاد خوب داشته باشی، تو هم مثل انمی این کارا رو بکنی، نه اینجوری نمیشه. تو انمی رو میزنی تو. و یه چیز دیگه، سنسیویتی. سنس یعنی سنسیویتی، حساسیت صفحه موبایل یا آیپدت به راستی اینو یادم رفت بگم. هاد و سنس توی آیپد و موبایل کاملا متفاوته. و اون ویدیویی که میذارن در مورد سنس موبایل و هاد موبایله که اگه آیپد پلیری، که توی ایران آیپد پلیر نداریم ما، بیشتر همه چی هم به غیر امیر حسین همون نوبه سعی، بیشتر همه چیزن، گوشی پلیرن. و داشتم میگفتم، چرا یادم میره چی میگفتم، نمونه بارز خود درگیری. حالا مثل من نشید شما. خب آقا اگر هاد و سنست هم درست کنی، یه سنس یعنی حساسیت به چیز. مثلا شما سنست پایینه، انمی زدتت، تازه میخوای روتو برگردونی، یعنی تا بخوای روتو برگردونی انمی زده. اگر هم سنست خیلی بالا باشه، یعنی یه اسلاید بزنی انمی رو گم میکنی، اونم میزنتت، تموم شد، اونم میزنتت. ولی اگر سنست خوب باشه، تو انمی رو میزنی. حالا یه چیز دیگه موند، اتیچمنت ها یعنی انگولات، بخشید دستکاری کردن گان، ارتقاء گان. بعضی وقتا اتیچمنت انقدر یا تخمی است که واقعا گانت به در نخور میشه، نه رنج درستی داره، نه هیپفایر درستی، نه ایم درستی داره. ولی بعضی وقتا انقدر هم خوبه که وان شات. البته اینم بگم، مثلا توی شاتگان ها ما چیزی به اسم وان شات نداریم. هرچی هم هست شانسی، هرچی هم بهت میگه من این اتیچمنت رو بهت میدم، هرکی هم میگه من این اتیچمنت رو بهت میدم، تضمینی وان شاته، همون اتیچمنت رو بگیر هم خودشو بکن. خیلی مفت و مفید و مختصر. سریعا آپلود میکنم که مثلا مهمترینش هم بود.
امیدوارم هر کجا که باشید حالتون خوش باشه. خدا نگهدار.